پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین نظر رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. ماجرای مرگ مشکوک آزاده نامداری طوفانی از حاشیه‌ها رو در رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد کرد، هم تو توییتر، هم تو کانال‌های تلگرامی، هم در پیج‌های بزرگ اینستاگرامی هم نسبت به مرگ مشکوک خانم آزاده نامداری خیلی صحبت شده بود. در اپلیکیشن کلاب هاوس گروه‌ها و روم‌های زیادی تشکیل شده بود و نسبت به این اتفاق صحبت و اظهار نظر صورت گرفت. بالاخره باید یک جواب مشخص به این سوال داده میشد که چه کسی یا چه کسانی آزاده نامداری رو کشتن و علت دقیق فوت آزاده نامداری چی بوده، یا اصطلاحاً علت دقیق خودکشی آزاده نامداری چی بوده. و بسیاری از کارشناسا گفتن که باید این موضوع ریشه یابی بشه که دیگه یه سری از افرادی که با این سطح از معروفیت و مشهوریت هستن دست به خودکشی نزن. من یک جمع‌بندی کردم و صحبت‌های در رو هم رفرنس قرار دادم. جمع‌بندی‌های هم جالب، هم جنجالی، هم باحال هستش که جریان‌های موافق و مخالف اظهار نظرهای متفاوتی رو نسبت به خودکشی خانم آزاده نامداری داشتن که امروز به همه این موضوعات میپردازیم. اما قبل از اینکه من این صحبت‌ها رو بکنم، مثل ویدیوهای قبلی میگم که اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید، یه دکمه قرمز رنگ این پایین هست، روی سابسکرایب بزنید، روی دکمه زنگوله هم بزنید که اگر یک ویدیو جدیدی مثل این ویدیو که الان دارید میبینید منتشر شد، بلافاصله براتون نوتیفیکیشن بیاد و خیلی سریع ویدیوها رو بتونید تماشا بکنید. علت اینکه مدام تکرار میکنم، قبلا هم گفتم باز هم میگم، چون ممکنه یه عده ما کاربر جدید داشته باشیم، به دلیل اینکه یوتیوب در ایران فیلتر هستش و البته این روزها کاندیدای ریاست جمهوری، اون کاندیدای احتمالی و جریان‌های فکریشون برای انتخابات 1400 هم دارن تکاپو و تلاش میکنن و وعده‌های سر خرمن چرت و پرت هم زیاد میدن. گفتن که قرار یوتیوب و توییتر رو در ایران رفع فیلتر بکنن. البته من بعید میدونم این اتفاقات بیفته، فقط یه سری شعارها هستش برای اینکه بخوان یه سری جریان‌های فکری رو به سمت خودشون نزدیک بکنن. از بحث اصلی خارج نشیم. به دلیل اینکه یوتیوب در ایران فیلتر هستش، بسیاری از کاربرهای ما هم داخل ایران هستن، اکثرا از VPN و فیلتر شکن‌های رایگان استفاده میکنن و توسط یوتیوب همه این افراد ربات تشخیص داده میشن، چون IP هاشون یکسان هستش. برای همین اگر لطف کنید وقتی که کانال یوتیوب برای پشت پرده رو سابسکرایب میکنید و برای ما یک دونه اصطلاحاً لایک میذارید، کامنت میذارید، باعث میشه که ربات تشخیص داده نشید و سابسکرایب شما باقی بمونه. مرسی. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش می‌کنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که می‌خوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. اما میرسیم به بحث اصلی این ویدیو. اونم این هستش که بالاخره چه کسی یا کسانی آزاده نامداری رو کشتن و باعث شده که آزاده نامداری خودکشی بکنه. در روزهای گذشته هم گفتم که خانم آزاده نامداری قرص‌های زیادی رو مصرف می‌کرده که مربوط به قرص‌های ضد افسردگی بوده، مثل قرص زولپیدم که قرص زولپیدم هم اگه برید تو اینترنت مطالعه بکنید یک قرص توهمزا هستش، بیشتر برای خواب استفاده میشه. بدون تجویز پزشک شما اجازه ندارید این قرص رو مصرف بکنید، ولی خب خانم آزاده نامداری با تجویز پزشک این قرص رو مصرف میکرد که بخوابه. و نکته جالب هم این هستش که اگر از این قرص زیاد استفاده بکنید اعتیاد آور، حتی از بیشتر این مواد مخدر اعتیادش سخت‌تر ترک میشه. طول اصطلاحاً ترک اعتیادش تا حداقل 7 ماه هم طول میکشه اگر بخواید این دارو رو ترک بکنید. و اون کسانی که قرص زولپینم رو مصرف میکنن ممکنه که بعد از مصرفش در دقایق بعدش خودزنی بکنن، بعضا ممکنه که خودکشی بکنن و استفاده از این قرص این تبعات رو داره. اما برای اصطلاحاً درمان افسردگی ازش استفاده میشه و مصرف این قرص به همراه موضوعات مختلف دلایلی بوده که پزشکی قانونی علت
خودکشی و مرگ مشکوک خانم آزاده نامداری عنوان کرده بوده. در ویدیوهای قبلی نسبت به این موضوع ما صحبت کردیم، میتونید ویدیوهای قبلی رو ببینید، به صورت مفصل گفتیم. ویرا رفتیم به جام جهانی فرانسه 1998 پاییز 1390. سلام. اما خب خانم آزاده نامداری اصلا چی شد به مرحله افسردگی رسید؟ چی شد که اصلا به مرحله مصرف داروهای اصطلاحاً توهمزا رسید؟ ویدیوهای زیادی رو ما نسبت به این موضوع ساختیم، ولی خب خانم آزاده نامداری از سال 1392 به این سمت، یعنی در طول 8 سال گذشته، انواع و اقسام حاشیه ها رو تجربه کرده. از ازدواجش در سال 92 با آقای فرزاد حسنی تا طلاقش در سال 93 تا ازدواجش با یک چهره اصطلاحاً معروف و نزدیک به اصلاح طلبان آقای سجاد عبادی، و بعد از اون در سال 96 انتشار تصاویر خصوصیش در کشور سوئیس، و بعد از اون هم جریان‌های مختلف و حواشی که با یه سری از مجریای تلویزیون داشت. اما دو گروه راجع به خودکشی خانم آزاده نامداری اظهار نظرهای متفاوتی دادن. یه عده رسانه‌های خارجی رو مقصر اصلی فوت خانم آزاده نامداری اصلا خودکشیش میدونن و تئوری و تفکرشون این هستش که بعد از انتشار عکس‌های خصوصی خانم آزاده نامداری در سوئیس، یا اون فیلمی که از خانم آزاده نامداری بی‌حجاب از سوئیس منتشر شد، گفتش که رسانه‌های خارجی، یا گفتن اصطلاحاً رسانه‌های خارجی دامن زدن به این اتفاق و یک اصطلاحاً جریان رو مدیریت کردن. عده دیگه‌ای هم معتقدن که نه، رسانه‌های داخل کشور از جمله صدا و سیما با ممنوع التصویر کردن خانم آزاده نامداری باعث شدن که ایشون ضربه بدی بخورن و نتونن اصطلاحاً در صدا و سیما اصطلاحاً خودشون رو دوباره نشون بدن، و این فکر می‌کنم بزرگترین مرگ برای یک سلبریتی هستش که آنتن و اصطلاحاً تلویزیون رو ازشون بگیرن. اما اظهار نظرها متفاوت بوده. یه عده میگفتن که خانم آزاده نامداری وقتی در سوئیس این اتفاق براش افتاد و تصاویرش منتشر شد توسط سری از رسانه‌ها، به جای اینکه بیاد از مردم معذرت خواهی بکنه، به جای اینکه بیاد بگه خب به حال این اتفاق بوده و اصطلاحاً این موضوع کاملاً یک موضوع بوده که به حال من رفتم اونجا بیاجه بکنم، یعنی صادقانه خیلی روک خودمونی خودمون رو به شما بگم، نستش که نیامد صادقانه واقعیت رو به مردم بگه و اومد گفت یه بادی رد میشد و چادر ما از سرمون در اومد. سلام، من آزاده نامداری هستم. با کسایی که نزدیکان من، محارم من بودن، توی یک جای سرسبز نشسته بودیم و اینکه من یه بچه 10 ماهه دارم، بقیه حرف اصلا زدنش ارزش گفتن نداره حتی. و نکته مهم اینه که من واقعا نمیدونم اون کسی که حالا از این ور اون ور اومده این عکس‌ها رو انداخته، حالا یه لحظه مثلا روسری من افتاده، دوربری من، میگم همه محرم من بودن، اون کسی که دوربین با خودش داشته اومده این ور اون ور عکس‌ها رو انداخته چه قصد و نیتی داشته و برای چی همچین کاری کرده، واقعا نمیدونم که. ولی یه ذره اگر عادل باشیم متوجه میشیم گناه کسی که این عکس‌ها رو انداخته و این عکس‌ها رو منتشر کرده هزاران بار بیشتر از منه که با کسایی که محرمم بودن رو رفتم مثلا یه دونه پیکنیک و یه لحظه ممکن روسری از سرم افتاده. شاید اگر به خیلی از قوانین پابند بودی خیلی مشکلات حل میشد. ببخشید که اینو میگم، مثلا حجابت، شاید اگه روسرتو میآوردی جلوتر، یه خورده با حجاب تر بودی، خیلی مشکلات برات پیش نمیومد. لزومی نمیبینم نقاب بزنم برای اینکه یه سری مجوزها رو بگیرم اینور. خب من اینم که هستم، چرا باید خودم رو تغییر بدم؟ و من فکر میکنم در نهایت ظاهر هر کسی یک انتخاب شخصیه. از اون طرف جبهه دیگه اومدن گفتن که خانم آزاده نامداری ریاکاری کرده و چیزی که ما در طول سالهای گذشته هم بسیار زیاد در بین سلبریتی ها و سلبریتی ها اصطلاحاً دیدیم، افرادی که میان جلوی دوربین خیلی علیه السلام صحبت میکنن یا در کارهای خودشون بسیار مشهور هستن، در پیج های خودشون حرف از خدا و نمیدونم قرآن و مذهب و نمیدونم تفکرات مثبت میزنن، اما در خلوت خودشون انواع و اقسام کثافتکاری ها رو میکنن
و انواع اقسام کارها رو انجام میدن و به معنای واقعی کلمه ریاکار هستن. از اون سمت عده دیگه میگفتن که خانم آزاده نامداری اعتقادشون پوچ بوده، کسی که می اومده و میگفته که من خدا رو شکر چادری هستم و از این صحبت ها چی میشه که میاد و اصطلاحاً حجابش رو بر میداره و چند تا دلیل هم وجود داشته. اینکه خانم آزاده نامداری به صورت خودخواسته اومدن از حجاب دفاع کردن، یعنی زوری نبوده، کسی نیومده بهش بگه آقا تبلیغ حجاب بکن، خودخواسته گفته که حجاب خوبه. و از اون طرف یه عده میگن وقتی این تصاویر منتشر شده بوده، چون خانم آزاده نامداری یک چهره عمومی و یک چهره مشهور بوده و خودخواسته تبلیغ حجاب کرده، برای روشن کردن افکار عمومی باید این اتفاق میافتاده. و اون سالها من یادمه که امیر تتلو هم یک صحبتی در خصوص این اتفاقات و حجاب خانم آزاده نامداری کرده بود. بد نیست اشاره بکنیم به صحبت امیر تتلو. ببینید مردم توقع دارن، مثلا فرض کن که من همش دارم راجع به این مردم حرف بی خود میزنم. توقع داره. آقا من خودم یکی از این مردمم، انقدر ما از این مردم و فوشاشون ترسیدیم که جرئت نداریم زندگی کنیم. آقا یه کسی اومده خانم آزاده نامداری رو داری میگی دیگه، چرا اسم نبریم دیگه، همه میدونن دیگه. آقا از چی میخوایم فرار کنیم؟ ایشون اومده تو سوئیس باز بچه‌ش و کالسکه و من دیدم دیگه، اون همه دیدن. آقا دیگه اونجا شوهرش هست، بچه‌ش هست، کالسکه قوانی شاول کرد، باز دو شاولی ول میکنه. اونجا اگر اتفاقا ایشون با چادر میرفت خیلی بدتر بود. نه عادی نبود اگه با چادر میرفت؟ نه اگه با چادر میرفت خب جامعه سوئیس اون وقت همون چیزو بهش میداد. شما الان با چادر برو وسط سوئیس همه نگات میکنن. خب ما از این نگاهه الان این عینکو گذاشتیم. بله، صحبت‌های امیر تتلو هم دیدید که میگفتن خب به حال اگر ایشون یک تیپ دیگه ای داشت مردم باید شک میکردن. اما عده‌ای معتقدن که انتشار این تصاویر عمل خلافی نبوده، چرا که این تصاویر از داخل خونه خانم آزاده نامداری گرفته نشده، در یک فضای باز بوده و برای روشن شدن افکار عمومی بوده. ولی عده‌ای اونوری میگفتن که نه، این یک کار مسخره‌ای بوده، ممکنه که تبعات داشته باشه. در همون سال هم نسبت به این موضوعات صحبت کرده بودن و گفتن خب تبعات داره، الان هم تبعاتش شد خودکشی. اما یه چیزی من به شما بگم، اونم این هستش که وقتی یه شخصی اصطلاحاً سلبریتی میشه، معروف میشه، مشهور میشه، از یه سری امکانات بهره میبره که آدم‌های عادی این امکانات رو ندارن. یعنی یه سری امکانات رو میگیره و یک سری محدودیت‌ها براش پیش میاد. چه امکاناتی؟ مثلا وقتی میره رستوران همه بهش احترام میذارن، بهترین جایگاه رستوران بهش میدن. بخواد بره کنسرت، بهترین جای کنسرت رو بهش میدن، بهترین مکان و VIP ترین جا بهش میدن. تازه شما اگه بخواد برید کنسرت به عنوان یک مردم عادی بلیت بخرید، از ردف دوم سوم به بعد در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن بهتون جا میدن، بیشترین پول هم بدید. همیشه ردیف اول مال اون سلبریتی ها و مهمان های ویژه است که این امکانات رو دارن. تئاتر برن همین هستش، در هر مکانی برن همین هستش. در مثلا اپلیکیشن ها ما دیدیم دیگه، اپلیکیشن کلاپاس وقتی یه سلبریتی میاد میگن به به آقای سلبریتی خانم بفرمایید بیاد بالا، تازه مدیریتورش هم میگه اگه این اپلیکیشن رو شما دسترسی داشته باشید میتونید ببینید. یعنی یه احترام ویژه‌ای هم دارن. از اون طرف در مقابل این احتراماتی که دارن باید یه سری چیزها رو هم رعایت بکنن که آدم‌های عادی مثلا ممکنه که این چیزها رو نداشته باشن، مثلا رعایت بکنن در رفتارشون، در شخصیتشون، در ادبیاتشون، گفتارشون و رفتارشون یکی باشه، به خاطر اینکه یک چهره مشهور هستن. اگر میان مثلا تبلیغ با حجاب بودن یا حجاب رو میکنن، باید در رفتار و عمل خودشون هم این باشه، نه اینکه بیان جلوی دوربین بگن که ما نمیدونم حمد و سوره میخونم و نمیدونم ذکر میگم، بعد پشت دوربین کاشف عمل بیاد که یه لایه شهر رو ایشون به راه چیزها هدایت کرده. و اینها باعث میشه که یه سری تفاوت‌ها وجود داشته باشه بین آدم‌های مشهور و بین آدم‌هایی که آدم‌های نرمال هستن. یه عده میگن که خب نه، باید میزان و ظرفیت این آدم‌ها سنجیده بشه. به خود منم میگن که آقا چرا مثلا راجع به عده آبروی یه عده رو میبرین؟ یعنی این واژه آبرو بردن است. دوستان عزیز، گفتن واقعیت بردن آبرو نیست. اگر یه شخصی یه چراغ قرمز رو رد میکنه و ما میگیم که این شخص چراغ قرمز رو رد کرده، آبروشو نمیبریم، چون اگر ایشون چراغ قرمز رو رد بکنه 2 تا 4 راه پایین‌تر میزنه به یکی دیگه، یه کار دیگه انجام میده.
و یه عده میان اینها رو غرغره میکنن و واژه‌ها و ادبیاتی که تفکر خودشونه، مد نظر خودشونه میگن، در صورتی که همه این موضوعات در همه جا هست. مثلا اومدن به من گفته بودن که آره چرا مثلا اومدی گفتی که مثلا خانم آزاده نامداری قرص مصرف کرده یا مواد مصرف میکرده. باز هم این موضوع در همه جای دنیا مرسوم هستش. مایکل جکسون اومده بودن گفته بودن که داروی بیهوشی مصرف میکرده و یکی از علتهای فوت ایشون مصرف داروهای بیهوشی بوده، یعنی داروی بیهوشی میزده و اصطلاحاً میخوابیده. آیا حالا چون ایشون فوت کرده نباید بگیم واقعیت چی بوده؟ به هر حال این قسمتی از زندگی این شخص بوده. یا مثلا فلان سلبریتی با یه شخص دیگه ازدواج کرده بوده یا نامزدش بوده. خب این واقعیتی هستش که گفته میشه، در همه جای دنیا هم راجع به سلبریتی ها یا افراد معروف صحبت میکنن. حالا ما ببینیم که حالا چون ایشون فوت کرده ما نباید بیایم واقعیت رو بگیم و اون اصطلاحاً میشه همون سانسوره، همون اصطلاحاً اینکه نیایم یه سری واقعیت ها رو بگیم، نیایم یه سری چیزها رو بگیم. پس ما چه فرقی میکنیم با اون آدم هایی که ادعا میکنن نباید هیچ گونه سانسوری صورت بگیره؟ برای همین حالا یه عده منتقدن که منتقد و معتقدن به اینکه این حواشی که ایجاد شده بوده باعث شده که خانم آزاده نامداری بره به یه سمت افسردگی و بره به یه سمتی که اصطلاحاً خودکشی بکنه، یعنی حواشی بوده. ولی به نظر من قبل از همه این اتفاقات اون خانواده و اون بستر خانواده‌ای که آدم‌ها درونش رشد میکنن و تربیت میشن باید جوری باشه، ما باید جوری فرزندان خودمون و بچه‌های خودمون رو تربیت بکنیم که اصطلاحاً بتونن مقاوم‌تر باشن نسبت به اتفاقاتی. اگر یه شخصی میخواد سلبریتی بشه به نظر من باید ظرفیت سلبریتی شدنه و ظرفیت معروف شدنه رو داشته باشه، وگرنه اگر میخواد یه ظرفیت کمی داشته باشه سلبریتی بودن یا معروف بودن یا مشهور بودن بهش آسیب میزنه و در وهله اول و در مرحله اول خود اون شخص رو نابود میکنه. در هر صورت این تحلیل هایی بوده که من این روزها در توییتر و فیسبوک، حتی در اپ کلاب هاوس، در تلگرام هم خونده بودم راجع به خانم آزاده نامداری که نسبت بهش بحث شده بود. گفتیم هم که با شما صحبت بکنیم. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب داشته باشید که اگر جدیدترین خبری به دست ما رسید، وصیت‌نامه‌اش رو حالا شنیدم اونجوری که خانواده‌اش گفته بودن قراره که به رسانه‌ای بکنن و نشون مردم بدن. حالا بعد ببینیم اگر وصیت‌نامه‌اش اومد بیرون حتما ما منتشر می‌کنیم و تو کانال یوتیوب برنامه پشت پرده هر ساعتی از شبانه روز باشه به شما نشون میدیم. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنونم از شما. اگر دوست داشتید برای ما کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید، ویدیو رو هم برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.